و جالب خویی است که این دین را از ما که دشمنا خوب میشناسد. دشمنای ما این دین را از ما که خوب میشناسد. به عدل از این دین، به کمال از این دین، به رسوخ از این دین خوب اونا باور دارد. همیشه حرکت دینی را در مقابل امیال ناشایسته ایشان صد میدانند. بنان با تمام قوت تلاش میکنه که دین را مورد هجو قرار بده به اشکال مختلف. نظامی را بر ما پیش میکند که مسلمان میگه دموکراسی. این کلمه مردار و چتل هر روز از این و آن زبانش بیرون میشد. در حقیقت که این کلمه را گفتی، در حقیقت نقد میکنی، کوچک مشماری و نظام پوری الهی که الله برای تو داده. چی ضرورت دارش داری؟ ضرورتش چیست؟ کدام خوبی در نظام دموکراسی است که ما نداریم؟ اما خوبی در اوجا که هست و ما نداریم چی است؟ در حالی که تمام فسادی که در اوجا است الحمدلله و المنه در نظام الهی ما نیست. و این کل کشمکش که در دنیا وجود داره به خاطر این نیست. به خاطر این میگه است که مسلمان ها میگوید که ما نظام الهی را میخوایم، در زیر چتر نظام الهی زندگی میکنیم، نظام غیر دینی را نمیخوایم. ولی دشمنان خدا بر ما چی میکنن؟ بر ما تقسیم بندی را شروع کردن. تقسیم بندی عجیب و غریبی را شروع کردن. یک تقسیم بندی را به این عنوان شروع کردن: آنانی که ارزش های دینی را تطبیق نمی کنند، آنانی که پشت پا میزند برای وجهات دینی، برای کارهای دینی و معیارهای دینی، اونا را میگه که این مردمای چی هستن؟ مردمای روشن فکر هستن. فقط امیر برش داد. اینا را به عنوان روشن فکر در ذهن ما جای میده. آنانی که دین را میخواد، آنانی که ارزش را میخواد، آنانی که تراث و همون ارزش‌های گذشته دینی را در زندگی خود تطبیق میکنه، اونا را میگه اینها چی هستن؟ والا افراط‌گرایا هستن، بنیادگرایا هستن. بنان بنیادگرا کیست؟ کسی میگه که منهج رسول الله را کار دارم. بنیادگرا کیست؟ کسی میگه قرآن را کار دارم. بنیادگرا کیست؟ کسی که منهج دین را در تمام زندگی خود میخوایم. هر کسی که همی ابرازات این بنیادگرا شد. و هر کسی که ارزش‌های یکی پا یکی دیگری زیر پای کرد و را کوچک شمرد، اینا میگه اینا یا آزاد فکر هستن، اینا وسعت فکری دارن، اینا منجمد نیستن. به می تعبیر میکنه. استغفر الله. تو نیست.